سلام. آه، چطوری؟ قربونت. درست شد که الان درست شد. خدا طبق معمول همیشه من کامنتار میبندم که حواس ما پرت نشه. آخرش اگر سوالی داشتین کامنتار باز میکنم که بپرسید. بسته شد و همین خودتو میتونی معرفی کنی و شروع کنی و سلام و هر چی که دلت میخواد. سلام دوستان، من سحر امیدی هستم. 5 سال و نیم فرانسم. دکترا خوندم اینجا، تازه دفاع کردم. دفاع خیلی آسون‌تر نمیدونم چی؟ دفاع خیلی آسون‌تر بود از بقیه مراحل دکترا. شاید تو بچه درس خون و زرنگی بودی. نه، انقدر فشار آوردن دیگه گفتم آخیش تمام میشه دیگه، نمیبینم تو راحت میشم. اون کلیپ معروفه که من شما رو دیگه نمیبینم. مرسی که قبول کردی تو این لایف باشی. شاید یه 2-3 سالی من دنبال کسی هم که اقتصاد بخونه و خودم به جای بچه ها خیلی خوشحال شدم که تونستیم این لایف رو داشته باشیم. به خاطر اینکه این لایو هم مثل اون لایوهای قبلیم 2 ساعته نشه و همه خسته نشن، من زود میرم سراغ سوالایی که داشتیم. بعد اگه خودت چیزی هم خواستی اضافه کنی میتونی بهش اضافه کنی، یا آخرش کسی سوالی داشت آخرش باز میکنم به اونا جواب میدیم. در حالت کلی دوباره سوالامو نوشتم اون کنار. ام، ام، پروسه این که چجوری اومدی دکترا همیشه یه سوالی که همه کنجکاوشن، میخوام بدونن چیکار کردی، چطوری پیدا کردی، چجوری تونستی حلش کنی دیگه اگر میتونی. مرسی. قربونت. اول ازت ممنونم که دعوت کردی. مرسی که وقت گذاشتی. میدونم خیلی سخته، سوال، برنامه ریزی، همش خیلی خیلی لطف کردی. مرسی همه چی. برای دکترا قربونت، من اول درخواست دادم برای دوره زبان. 8 ماه دوره زبان فرانسه بود. بعدش تقریبا 19 تا دانشگاه اپلای کردم. سایت کمپوس فرانس چند تا قسمت داره، هم برای لیسانس، هم مستر، هم دکترا. دکترا رو که بزنی 2 تا حالت داره، یا بر حسب دانشگاه میتونی انتخاب کنی بعد اینکه رشته رو انتخاب کردی، یا اینکه نقشه فرانسه رو بیاری، مناطقی که دوست داری رو بزنی، تعداد دانشگاه هایی که هست تو اون مناطق رو بهت نشون میده، بعد میتونی از بینش انتخاب کنی. بعد برای دکترا یکم محدودیت هست، چون که هر کسی گرایشش فرق داره. من اقتصاد فضا کار کرده بودم، یکم پیدا کردن استادی که کار کرده باشه آپشنال محدودتر بود. اولا نمیدونستم باید حتما اون چیزی باشه که خودم مستر کار کردم. بر همین خیلی درخواستای بی ربط فرستادم. 18 تا درخواست فرستادم که فقط 2 تاشون جواب دادن. اون بی ربط ها مثلا می نوشتن که بی ربطه یا جواب میدادن جواب نمیدادن؟ یکیشون جواب داد، خیلی جالب بود. یکیشون سوربن 1 بود، یه خانمی بود. من برای اقتصاد رفتاری درخواست فرستاده بودم، بعد خانمه گفتش که این تو اصلا هیچ بک‌گراندی تو سیویت نیست راجع به اقتصاد رفتاری، حتی 1 درس هم نگذروندی، من نمیتونم قبولت کنم. بعد اون توی پاریس 1 بود، من اورلان قبول شدم، اونم اومد اورلان. یه سرنامه جالب بود. اورلان کسی دوست نداشت دانشجوی دکتراش بشه و من خوشحال شدم که قبول. پس دوباره دانشجوی همون شدی؟ نه، دانشجوی اون نشدم، ولی اون رو تازه قبول شده بود. اونم تازه عوض شده بود، جاش اومده بود اورلان، دنبال دانشجوی دکترا میگشت که کسی دوست نداشت.
جالبه. من خیلی در مورد رشته اقتصاد نمیدونم، یعنی شاید اصلا هیچی نمیدونم. حالا اپلایش و اینا تو دوران ارشد و اینا باز میشه یه کارش کرد. دکترا که هیچی نمیدونم، یعنی دکترا کلا به نظرم یه مقطعیه که هر کی رسید به دکترا واقعا باید خودش وارد عمل شه، چون خیلی تخصصی تر میشه، خیلی دیگه خود شخصه که باید مکاتبه داشته باشه و اینا. حالا نمیدونم با من موافق باشی، ولی من اینطوری فکر میکنم و خیلی ایده ندارم که حرفاتو کامل کنم. دیگه همه حرفا رو خودت باید بزنی. و حالا که بحث گرایش و اینا رو کردی، میتونی یه خلاصه ای مثلا در مورد گرایش ها، زیر شاخه ها، اینکه اقتصاد اصلا به کجاها میتونه برسه بر کسایی مثلا من که کم میدونیم؟ اقتصاد خیلی وسیعه، یعنی اقتصاد هنر داریم، اقتصاد جنگ داریم، اقتصاد ورزش داریم. تو ایران خیلی گرایشاش محدودتره، بستگی داره. مثلا یادم من مستر بودم فقط توی دانشگاه اصفهان اقتصاد هنر تازه اومده بود. نمیدونم چند نفرم میگرفتم، ولی خیلی ظرفیت محدودی داشت. تقریبا اینطوریه که خب به تورم جامعه رو باید بسنجن، رشد اقتصادیشون رو، اینکه مثلا قیمت نفت افزایش پیدا میکنه روی چی میتونه تاثیر داشته باشه، یا مثلا نظریه بازی ها میتونه جالب باشه. مثلا دولت تصمیم میگیره قیمت خودرو رو افزایش بده، چه انتظاری داره از مردم بیان رفتارشون رو چجوری تغییر بدن که بعد از اون بر دولت سیاستش رو چجوری باز تغییر بده. خیلی هم جالب. و این که کدوم به نظرت، یا حالا چیزی که تجربه کردی، به نظرت کدوم گرایش ها سریعتر میتونن کار پیدا کنن یا درآمدشون بیشتر میشه؟ یه چیزی که همیشه بچه ها میپرسن، تقصیر من نیست، این سوالو بقیه زیاد میپرسن. به نظرم خیلی مهمه که اون یک نفری که میخواد اون رشته رو بخونه دوستش داشته باشه. اگه نه خب هیچ درآمدی شاید نداشته باشه. اگه بهش علاقه نداشته باشه، مثلا فایننس بخونه، خیلی بازار کارش خوبه، همه چی عالیه، اقتصاد مالی همه چی خیلی عالیه، ولی اگه کسی ریاضیش بد باشه و بخواد اقتصاد مالی بخونه، خب به جایی نمیرسه. یعنی اون تلاش و پشت کاره و علاقه مهمه. من خودم اقتصاد محیط زیست خوندم، چون وقتی رسیدم اینجا خیلی همه به سمت اقتصاد محیط زیست میرفتن. یعنی پروپوزالی که من بر استاد فرستادم اصلا اقتصاد محیط زیست توش نبود، ولی اصلا نمیدونم چرا باید اون پروپوزال رو می نوشتم، چون اون چیزی که من نوشتم با اون پایان نامه‌ای که من نوشتم اصلا خیلی فرق داشت. به اون سمت هدایتت میکنن. اقتصاد محیط زیست دوست داشت دانشگاه و تو اون سمتی رفتی. یعنی گاهی هم مثلا خیلی آپشن خود آدم نمیتونه تصمیم بگیره. بازار کار همه چی میتونه خوب باشه اگه اون فرد علاقه بهش داشته باشه و سعی کنه واقعا توش دانش کافی رو به دست بیاره. درست. یعنی خودشون رو تحقیق میکنن. یکم سخت میشه واقعا جواب دادن به این سوالا، یکم سخته، چون یکم یه جوراییه که نمیدونم بگم شانسی یا چی. بعضی موقع یه آدمایی خیلی سریع میتونن توی یه رشته یه کاری زود پوزیشن پیدا کنن، یه سری دیگه تو همون نمیتونن و واقعا آدم نمیتونه تصمیم بگیره که بالاخره این زمینه خوبه، بعد آینده شغلیش چجوریه، درآمدش چجوریه. واقعا من هیچ وقت نمیتونم به این سوال جواب بدم، به خاطر همین گفتم شاید ایده‌ای داشته باشی. بگو. این مهمه که حتما اون کاری که میخواد بکنه همه سوراخ سنبه هاشو در بیاره، توی همه زمینه هاش تحقیق کنه که اگه مثلا کسی که داره باش مصاحبه میکنه یه سوال پرسید خوشش بیاد. از مهم نیست که جواب درست یا غلط بده، از
نحوه جواب دادن طرف خوشش بیاد. برای همین به نظرم تو همه چی میشه موفق شد، فقط به علاقه طرف بستگی داره. گیر ندم به یه چیز خاص که همه دارن انجامش میدن. آره اینم هست، قبول دارم. سوال بعدی که میخوام بپرسم بیشتر در مورد چون حالا تا مقطعی تا ارشد تو ایران خوندی و اینا، تجربت از تحصیل اقتصاد در ایران و اینجا به نوعی هر دوتا رو داری دیگه. شاید بتونی یه مقایسه‌ای داشته باشی که مثلا ایران چطوری بود، اینجا چطوریه، چه فرقی داره، اگه کسی خواست بیاد اینجا ادامه بده میخواد ایده داشته باشه چه ایده‌ای باید داشته باشه، چیزای اینجوری. ایران خیلی روی ریاضی و اثبات معادلات و تحلیل ها تمرکز دارن و اقتصادی که کار میکنن خیلی سخت‌تره، اصولی تره، شاید کاربردی نباشه. مثلا مفاهیم اقتصاد، کدوم اقتصاددان چی گفته، از اول پیدایش علم اقتصاد تا الان همه رو بحث میکنن. بعد ما بر ارشد یه کتاب 1000 صفحه‌ای داشتیم، اونو بر امتحان میخوندیم. اینجا اینطوری نیست. برای ارشد استاده اون مقالاتی که خودش خونده و استفاده کرده توی مقالاتی که نوشته، یا اگه خیلی استاد عالی باشه کل مقالات خودش رو درس میده، از روی کتاب نیست، مگه اینکه استاد خودش کتاب نوشته باشه که در اون صورت هم کتاب خودش رو معرفی میکنه بر امتحان یا بر درس خوندن. بازم بستگی داره به نوع دانشگاه که سطحش چقدر بالا باشه. بعضی از دانشگاه ها چیزی که خیلی جالبه، اینجا کلاسای تده دارن که کلاس حل تمرین دارن، ما نداشتیم. کلاس حل تمرین خیلی کمک میکنه. امتحانام خیلی شبیه اون کلاس حل تمرین میاد. تفاوتی هم که داره حضور تو کلاس حل تمرین اجباریه، ولی حالا بقیه کلاس ها یکم میشه پیش میاد. آره، چون دانشجوهای دکترا که کلاس حل تمرین رو دارن نمره ها رو رد میکنن و حتی اگه استاد اصلی هم، استاد سئم هم کلاس داشته باشه، امتحانم بگیره، بازم دانشجوی دکتراش بررسی میکنه. پس اگه شلوغی بکنن یا اسمشون سر زبون استاد بیفته، قشنگ خانم معلم درونت اومد بیرون. آره این چیزا هست. پس دقیقا همون مثل رشته‌های دیگه است اون سیستم، چون بقیه رشته هم تقریبا همین شکلیه. بعد من خودم تجربه دکترا اینجا نداشتم. برام جالبه که دکترا اینجا بیشتر مثلا پروژه محوره یا سر کلاسای تئوری میری میشینی؟ چه جوری میگذره خود درسات؟ چه جوری درس میخونی؟ دکترا اینجا 2 مدله. نحوه قدیمیش که باید یه پایان نامه حداقل 650 صفحه‌ای نوشته بشه که توی مثلا سوربن و دانشگاه‌های تاپ اینطوریه، روی یک موضوع فقط کار میکنن. همون یه موضوع و فصل اولش که مقدمه میشه، بعد ادبیات موضوعی میشه، بعدش روش، تخمین و نتایج و مثل یک کتاب قطوره. روش دوم که ما بیشتر روی اون بود، فصله. هر فصل یه مقاله است، موضوعها با هم متفاوته، ولی تو باید یه مقدمه کلی بنویسی که کل اون چند تا فصل که موضوعش متفاوته رو به هم ربط بده و یه نتیجه گیری کلی که همه اون نتایج رو که اون چند تا مقاله مختلف است رو به هم ربط بده. این برای قسمت تنها کاری که میکنن اینه که صبح باید برن دانشگاه تا عصر روی مقاله و موضوعشون تحقیق بکنن. حالا داده مرتب کردن و تخمین و تحلیل و نوشتن مقدمه و مرتب کردن چیزهای مختلف میتونه باشه.
کلاس اونجوری نیست که مثلا تو مجبور باشی بری سر کلاس. چرا بر دانشگاه‌های آلمان باید درس‌های اجباری رو بگذرونن، یا حتی آمریکا هم دانشگاهاش تو باید حتما یه سری کلاس‌ها رو پاس کرده باشی بعد بتونی پایان نامه بنویسی. فرانسه اینطوری نیست. یه سری کلاس داره که اگه خودت دوست داشته باشی میتونی برداری. مثلا نرم افزار داره، تو میگی من این مدل رو میخوام تخمین بزنم ولی خب این نرم افزار رو بلد نیستم. بعد دانشگاه با بودجه خودش اگه مثلا توی اون ترم کلاسی باشه تو میتونی بری اون کلاس رو برداری. امتحان هم داره، اگه دوست داشته باشی امتحان رو میدی، اگه دوست نداشته باشی نمیدی. مهم نیست. نمرش هم باز مهم نیست. فقط اگه امتحان رو داده باشی توی اون برگه‌ای که بهت میدن آخر سر که مثلا این فرد توی دانشگاه ما بوده میگن این درس‌ها رو گذرونده. اگه امتحان رو نداده باشی اینو نمی‌نویسن برات. چه خوب. در مورد زبان چی؟ یعنی تو مقطع دکترا هم ازتون مدرک زبان میخوان؟ اگر میخوان فرانسوی، انگلیسی، یا دکترا به هر دو زبان وجود داره یا مثلا فقط فرانسوی ارائه میشه تو رشته‌تون؟ نمیدونم. اقتصاد خوبیش اینه که اقتصاد بین‌الملل داریم. دانشگاه ما هم تقریبا اقتصاد بین‌الملل بود، چون که بیشتر اساتیدش رومانیایی بودن، بر هم دوست داشتن بین‌الملل بگیرن. برای من مصاحبه حضوری بود. استاد خوشش اومد، گفت بر من اوکیه. قبلا هم مقاله دادی، بر همین مدرک زبان ازت نمیخوام و میدونی چجوری مقاله باید بنویسی، بر همین کار من آسون‌تره. دوست دارم برات دارم، چون حوصله نداشت. انگیزش خیلی خوب بود. چه حوصله ندارم برات میدم. خب بر بقیه چجوریه؟ مهمه که فرانسه بلد باشن. اگه از مستر بیان که خیلی آسون تره، چون که با خودشون کار کردن و بچه‌هایی که با خودشون کلاس برداشتن یه سهمیه مخصوصی دارن بر دکترا. از بین اونا خیلی برمیدارن. یعنی پارسال 10 نفر رو از بین اونایی که مستر بودن باز بر دکترا برداشتن. مهمه براشون که فرانسه بدونی، چون که قراردادهایی که می‌نویسن قرارداد همینجوری حقوق نمیدن. تو باید بری سر کلاس. 3 تا درس رو به هر دانشجوی دکترا میدن توی ترم اول و 1 درس هم توی ترم بعدی، یا شاید ترکیبش متفاوت باشه، شاید 2 تا بدن از اون بر 2 تا بدن بر ترم دوم. باید اون درسه ثابته ولی شاید بر هر درس 6 تا کلاس داشته باشه اون دانشجوی دکترا و تقریبا همه دانشجوهایی که قرارداد دارن باید درس بدن. برای مثلا بپرسم که درس دادن اجباریه یا خود دل بخوای خودت میری میگی مثلا من میخوام درس بدم و اینا، که میگی باید این کار بکنم؟ نوع قرارداد متفاوته. اگه قرارداد دانشگاه باشه و اینجا بوده باشن و بخوان مثلا استاد خوشش اومده باشه، زبانش از B2 بیشتر باشه، اون دانشجویی که میخواد شرکت بکنه با قرارداد دانشگاه پیش رفته باشه، بر دانشگاه ما معمولا توی لینکدین میذارن استایی که میاد. اگه اونجوری رفته باشه قرارداد خود دانشگاه رو بخواد برداره، اونجوری باید درس بده. 3 سال اول با قرارداد دانشگاه درس میده، 2 سال آخر رو عتق میتونه برداره. عتق تقریبا اینطوریه که عتق کامل دارن و عتق نیمه کامل. کاملش 192 ساعت تو 1 ساله. باید اون 1 نفر درس بده. همونقدر میشه که بقیه قرارداد نرمال دانشجوی دکترا درس میده. ولی خب دیگه با دانشگاه نیست.
یا میتونه توی خود دانشگاه برداره یا دانشگاه‌های دیگه درخواست بده و هر کسی توی عمرش 2 بار میتونه عتق بگیره، مگه اینکه خارجی باشه. خارجی ها تا 3 بارم میتونن عتق بگیرن، فرانسوی نباشه. این چیزش خوب. بعد شاید خارجی ها یه کار بیشتر. کل طول دوره دکترا چقدر طول میکشه؟ بستگی به رشته داره. اقتصاد دیگه. اقتصاد مثلا اقتصاد بر دانشگاه ما نمیذاشتن 3 سال دفاع کنی، باید حتما 4 سال دفاع میکردی. ولی بازم بستگی به دانشگاه داره. مثلا من دیدم 3 سال هم دفاع کردم. برای ما مهم بود که 3 تا فصل نوشته باشی، یعنی 3 تا موضوع مختلف. ولی خب استاد من گیر داد که تو باید 4 تا فصل داشته باشی. این استاد خوبی بود، اصلا خیلی دوستش دارم. هم حوصله نداره هم کار بیشتر میکنه. اوکی. زبان پرسیدم همه. قراردادهای مختلفی هست. اگه مثلا اون تیپ قرارداد نباشه، مثلا یکی اومده بود ایرانی بودن و قرارداد اون مدلی نداشتن که قرارداد نرمال بچه دکتراست. مثلا ایشون خودشون سلف فاند بودن، گفتن که من پولی از دانشگاه نمیخوام، فقط میخوام درس بخونم اینجا، یعنی میخوام دکترا بخونم. بعدش درخواست دادن برای عتق ولی با قرارداد دانشگاه نبودن. ایشون درس نمیدادن اول که اومده بودن، بعد دیدن اگه درس بدن بهتره، درخواست داد. چه خوب. حالا که بحث پول و فاند و اینا کردی، یه توضیح داشته باشیم در مورد فاند. چون تو سوالا بود بچه‌ها پرسیده بودن که ما چجوری میتونیم مثلا رشته با فاند پیدا بکنیم، اصلا اقتصاد و اینا فاند داره نداره. حالا خودت دکترا بودی ولی شاید در مورد ارشد اینا بدونی، چون دیدم خیلی ویدیو درست میکنی برای یوتیوب تو اینا. آخرین ویدیو هم یعنی وقتی آپلودش کردم تو یوتیوب لینک کانال تو میذارم برای بچه‌ها که استفاده کنن، چون ویدیوهات خیلی مفیده. و اینکه همین اگه میدونی چجوری پیدا کنن، با کی باید مثلا صحبت بکنن، اینا خوشحال میشیم بهمون بگید. قربونت. حتما. یه فاند ایفل هست که بر بچهای لیسانس و ارشد میشه، بر دکترا میشه درخواست داد. خیلی خوبه فاندش. فکر کنم نزدیک، یادم نیست، فکر کنم 1800 باشه بر بچهای دکترا. کل 3 سال رو هم میتونن داشته باشنش. چون ایفل رو من میدونم که مثلا میگه باید زیر فلان 26 نه 20 نمیدونم چند، یادم رفت. فکر کنم زیر 30 سال باشه اگه اشتباه نکنم. کلا همه فاندها همشون محدودیت سنی دارن. حتی کارآموزی هم اگه بچه‌ها بخوان برن باز محدودیت سنی داره، هر سنی رو بر نمیدارن. ایفل هست. اگه مهندسی هم بچه‌ها ماری کوری میتونن درخواست بدن، شیمی و اینان. فاند ماری کوری. فاند اراسموس هست که این واقعا به قدرت بیان دانشجو هم ربط داره. خب اگه استاد خیلی ازش خوشش بیاد، یا گاهی مثلا برای رشته اقتصاد اینطوریه که مثلا یه سری از استادا رو از یه سری دانشگاه‌های دیگه دعوت میکنن چند جلسه بیان درس بدن. اگه دانشجو خیلی سوال بپرسه و خودشو نشون بده به استاده، شاید استاده اصلا قبولش کنه برای اراسموس پلاس. چون بچه های اروپایی ها اراسموس میتونن درخواست بدن، ما اراسموس پلاس میتونیم درخواست بدیم. اونم میتونه هم 6 ماه بره اون دانشگاه دیگه تو اون کشور دیگه درس بخونه. مثلا ما از آلمان استاد دعوت کرده بودن توی فرانسه، بچه ها خیلی رفتن گوته اون 6 ماه رو. بعد چیز جالبش اینه که نمره اون 6 ماه رو اصلا توی کارنامهشون تأثیری نداره، یعنی بیشتر بچه ها خوشگذرونی باز نشون.
ولی خب بهشون فاند میدم برای اون 6 ماه میتونن پس انداز کنن. اونم هست. حداقل پول توش هست. آره. یه چیز دیگه هم هست، هر دانشگاهی قسمت بین‌الملل داره و تو اون قسمت بین‌الملل هم میتونن برن با مسئولش حرف بزنن. مثلا دانشگاهی که الان من هستم، بچه‌ها سر کلاس میان و اگه یه جلسه، حتی فقط یک جلسه غیبت بخورن و این غیبت چیز نشه، توجیه نشه، فاندشون قطع میشه و آخر هر ترم هم مسئول امور مالی به همون ایمیل میده، مثلا میگه دانشجوی فلانی آیا با این شماره دانشجویی آیا سر کلاس شما تو همه جلسات حضور داشته یا نه، که اگه نداشته بعد اون فاند قطع میشه. ترم اول فکر نکنم بتونن بگیرنش، چون مهمه که خودشون رو اثبات کنن که از لحاظ نمره‌ای و کلا از لحاظ علمی اینکه حضور دارن، دانشجوی فعالی هستن، توی دانشگاه هستن. و یه چیز دیگه هم شاید جالب باشه این که اگه به استاده از دانشجو خوشش بیاد، مثلا خیلی فعال باشه دانشجو و از لحاظ علمی و استاده میتونه یه سری پروژه ها رو تعیین بکنه که این دانشجو به عنوان کارآموز براش یه سری کارا بکنه. مثلا ما داشتیم دانشجوهای دکترایی که اومده بودن چی میاد؟ من لپتاپم رو گذاشتم که گوشیمو بذارم روش. اونه میگم باز تو پاریس یه ماشینی چیزی داره رد میشه تریلی یه کوچم تقریبا چیزی نمیاد، فقط صدای باد. معذرت خواهش میکنم. فکر کردم مشکل فنیه، بعد گفتم حتما ماشین رد میشه، بعد دیدم نه قطع نشد. تاچ کردم بعد روشن شد. اونم میشه پروژه با استاد برداشت. اونم باز استاده اگه خوشش بیاد و شرایط دانشجو رو درک بکنه کار سختی بهش نمیده. برای اقتصاد نهایتا بهش بگه این داده ها رو برای مرتب کن یا همچین چیزی، اونم باز حقوق بهش میده. بستگی به بودجه دانشگاه داره و واقعا باید دانشجو اول خودش رو اثبات کنه. سخت‌ترین کارم همونه. درسته. سوال دیگه هم اینه که خیلی از بچه ها میپرسن، حالا من که تصمیمم گرفتم میخوام بیام مثلا اقتصاد بخونم یا هر رشته دیگه ای، حالا بحث ما الان اقتصاده، من توی این مسیر پروسه مهاجرت که حالا داره طی میشه و اینا، به عنوان مهارت چی یاد بگیرم که اونجا بیشتر به دردم بخوره؟ مثلا به درد رشتم یه نرم افزاری لازمه یاد بگیرم، یه چیزی که تو ایران حالا یاد نمیدن ولی اینجا استفاده میشه، چی به دردشون میخوره؟ نرم افزار که خیلی مهمه، چون بر رشته ما تخمین و تحلیل خیلی مهمه. بر هم توی ایران معمولاً کارشناسی SPSS یاد میدن، ولی برای ارشد اویوز و استاتا یاد میدن. اویوز و استاتا، اویوز اصلا استفاده نمیشه، با استاتا میشه یه سری کارا رو کرد. آر هم مهمه و اگه کسی خیلی بخواد مثلا ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ و اینا کار کنه، حتما پایتون رو یاد بگیره. شما من چیزا سرکار زیبا دست در این پایتون واقعا آخرش دامن همه میگیره. آرام هم رشته ها دارن میرن یه سمتی که همه آخرش میرسن به پایتون و اینا. من همیشه میگم اون زمانی که من اینجا زیستم خوندم، اونجا اصلا با پایتون و آر آشنا شدم، دیدم زیست شناسی هم باید برنامه نویسی بلد باشی دیگه، فهمیدم همه جا هست و واقعا اینا خیلی جدی تر میگیرنش. ماشین لرنینگ داشتیم چیز بود، استاده از اورنج و ساس هم استفاده کرد. اگه خیلی دیگه میخوان یه چیزای خیلی بیشتر بخونن اینا میشه، ولی
همون آر و پایتون رو یه چیز رو بگیرن کامل یادش بگیرن، از این شاخه به اون شاخه نرن. این خیلی مهمه. آره، یعنی واقعا عمیق یاد گرفتن بهتر از اینه که از هر کدوم یه ذره ذره بدونی. در خودم هم تجربه کردم. بعد دیگه آینده شغلی کجا میتونن کار پیدا کنن؟ بستگی داره. خیلی تو چیزایی گفتی ولی خب تو سوالا بود به عنوان جنبندی. خیلی جاها میشه، مثلا ایران بانک میشه، تو گمرک میشه، بیشتر ادارات میخوان برای تحلیل های اقتصادیشون. اینجا میشه درس داد. بعضی از شرکت های بین الملل میخوان. باز بستگی داره چه گرایشی باشه. اگه گرایش فایننس باشه، مالی باشه، که همه جان میخوادش. محیط زیست باشه، بازم شرکت های بین الملل هست. تقریبا بیشتر بازارکارش بازارکار خوبیه. یعنی من که دانشجو بودم یکی از بچه ها گفتش که ما اصلا دانشجوی دکترای بیکار اقتصاد نداریم. ولی خب من فعلا نمیدونم اینو، شاید بعداً بهتر بتونم توضیح بدم. ولی تازه فارغ التحصیل شدی اصلا چالش چوله نیافتادی توش. ایشالله هیچ وقت هم نیافتی، ولی خب یکم زمان میبره آدم واقعا مطمئن در مورد یه چیز صحبت کنه که آره من خودم این مسیر رو رفتم، اینجوری شد، به این چالش ها خوردم، اینا رو حل کردم اینا. ولی خب همینا هم دست در نکنه، یه ایده خوبی هم. من سوالام کلی فقط همینا بود فکر کنم، چیزایی که حالا کلا به ذهنم میرسید. اگر چیزی خودت میخوای اضافه کنی اضافه کن که من کامنتار باز کنم، اگر باز سوالی هست به اونم جواب بدیم، اگر نباشه ما دیگه رفع زحمت کنیم، دست شما درد نکنه. منم ممنونم ازت اینکه نشستی سوالا رو در بردی. بابت همه چی مرسی، بابت برنامه ریزی. توصیه میکنم که واقعا میخوان بیان اقتصاد بخونن حتما زبانشون رو خوب کنن. درسته شاید هیچ ربطی نداشته باشه ولی خیلی ربط داره، چون من استادم دیدم حتی به برای غلط املایی نمره کم کرده. یعنی درس ادبیات نداریم، اقتصاد، ولی خب استاد دوست داشته کم کن. این خیلی مهمه برای بچهای مستر و لیسانس. اگه امتحان دارید و سوال نوشته شده حتما جواب اون سوال رو بدید، بیشتر از اون توضیح ندید. مثل ایران نیست که بیشتر بنویسید بهتون آفرین میگن. این نشون میده که شما سوال رو نفهمیدید. دقیقاً اگه اون سوال رو بیشتر توضیح بدید یا سوال رو تکرار کنید 0 میده. یعنی اصلا بقیه‌شو نمیخونه. سوال رو تکرار کردی یعنی فقط میخوای جای خالی رو پر کنی، بر همین 0. اگه اینقدر جا گذاشته فقط اینقدر توضیح بدید. کم نوشتن و زیاد نوشتن نه. مثلا نمره های ایران شاید مثلا بچه ها خیلی دوست داشتن 18 بشن، 19 بشن، 17 بشن. اینجا اگه کسی مثلا 14 شد باز بستگی به دانشگاهش داره و استادش. 14 اینا هم نمره خوبیه و نمره نرمالی محسوب میشه، مثلا افتضاح نیست. یه قانون دیگه هم دارن. اگه بچه ها ازم میپرسن، اگه خیلی اینو میپرسن که اگه بیفتیم چی؟ اگه بیفتن 1 درس فقط افتاده باشن، اون درسشون بالای 7 باشه و میانگینشون از بعضی دانشگاه ها 10، بعضی 12 بیشتر باشه، اون درس پاس میشه. مجبور نیستن اون درس رو بازم بگیرن اگه برشون سخته و واقعا خیلی چالش برانگیزه. اینم مهمه که اگه دانشگاهتون کامل انگلیسی زبانه فکر نکنید که درس فرانسوی ندارید. الان من قرار دادم هم انگلیسیه ولی همچنان فرانسه باید درس بدم. اینجا هم مثلا دانشجو داشتم اومده سر کلاس، دانشگاه بین الملل، همه چی باید انگلیسی باشه، درس فرانسویه. بعد میگه من نمیفهمم شما چی میگید. بعد
سوالات امتحانم فرانسویه، یعنی با فرانسه 0 سعی نکنید بیاید فرانسه و بگید درسم فرانسویه. باز بستگی به دانشگاه داره. مثلا برای دکترا هم درست خودمون کار میکنیم، مقالات انگلیسیه ولی خیلی سمینارها هست که فرانسویه، کنفرانس‌های داخلی فرانسویه، اگه بری یک دانشگاهی بخوای ارائه بدی فرانسویه. آره، این اتفاق برای یکی از بچه‌ها تو ایتالیا هم افتاده بود که پذیرش به انگلیسی گرفته بود، خیلی خوشحال و خورم رفته بود سر کلاس، دیده بود درس ایتالیاییه و استاده میگفت به من ربطی نداره، باید بلد باشی و اون خیلی به مشکل خورد و حالا داستانش اصلا رفت یه جا دیگه، ولی مسئله سختیه واقعا. برای همه اتفاق نمیفته، ولی خب اگه اتفاق افتاد دیگه قابل جبران نیست، واقعا وقت نداری که انقدر زبانتو پیشرفت بدی. یه چیز در مورد زبان که گفتی یادم افتاد، یادم یکی از بچه‌ها، یکی از دوستام فکر کنم که دانشجوی دکترا بود، کلاس رایگان زبانم تو دانشگاه میره، زبان فرانسوی. یه همچین چیزی شما هم داشتین که براتون کلاس زبان و اینا هم داشته باشه دانشگاه؟ فکر کنم همه دانشگاه‌ها داشته باشن، ولی اونجوری نیست که مثلا بگی من خیلی سطح زبانم با کلاس دانشگاه مثلا تقویت میشه، چون که برای ما 3 ساعت توی هفته بود، 1 ساعت و نیمش هر هفته گرامر بود کامل، 1 ساعت و نیمش یک هفته در میون ریدینگ رایتینگ سپیکینگ لیسنینگ بود. یه کمکیه، فقط چیز نیست، یادآوری، تمرین و تکرار. خب اگر صحبتت تموم شد من کامنت رو باز کنم. آره حالا بیا پیداش کن. الان باز شد. خب الان اگر سوالی دارید لطفا بنویسی. حالا من اینجوری میشم همش تو آخرای لایو من تو تلفنم. زود باشین اگر سوال داریم بپرسید. بچه ها یکم مثل خودم شدن، من خوابالو شدم، بچه هایی هم که تو صفن اونا هم خوابشون میاد. فکرم کسی دیگه آره بهارم که فصل خوابه. الان من رفتم بیرون اومدم خیلی هوا سرد بود، ولی همین الان آفتاب زده، بارون هم زده دوست دارم، ولی الان آفتابه. من بالاخره واقعا نمیفهمم باید چی بپوشم چیکار کنم. لایو رو ذخیرش رو توی یوتیوب میذارم طبق معمول. نوشتن مستر ارزش داره، شغلی براش هست یا حتما باید دکترا بخونی؟ بکن مستر ارزش داره، چون که شما بعد مستر 1تون اگه قرار مستر بخونید حتما از مستر 1 بخونید، چون اینجا مستر 1 و 2 جداست. یعنی حتی اگه لیسانس گرفته باشن ایران، چون لیسانس ایران 4 ساله است و اینجا لیسانسش 3 ساله است، مستقیم میتونن مستر 2 بخونن. ولی این کارو نکنن، چون مستر 1 خیلی این فرصت رو بهشون میده اول ترم اول با اساتید و دانشگاه آشنا بشن و ترم بعد میشه یه کوچولو مثلا کارآموزی اختیاری رفت و این خیلی خوبه، چون اگه کارآموزی 1 که اختیاریه رو بری، شاید کارآموزی 2 تو سیویت قوی تر میشه و راحت تر میتونی کارآموزی 2 رو پیدا کنی. و اینکه 1 سال کامل وقت داری که استادا رو بشناسی، نتورکت رو قوی کنی. و یه چیز دیگه، اینجا مثل ایران پارتی بازی خیلی اهمیت داره تو پیدا کردن شغل. یعنی اگه بتونن کانکشن قوی با اساتید داشته باشن، اینکه کارآموزیشون جای خوبی بیفته و اینکه بعداً همونجا بمونن برای شغل خیلی مهمه. و کارآموزی 2 هم یارو 3 ماه 4 ماه داره روی فرد سرمایه گذاری میکنه که اون سطح دانش رو بهش تقریبا یاد بده. بر همین خیلی سریعتر از بچه‌هایی که کارآموزی گرفتن رو برای استخدام برمی‌دارن تا اینکه کسی که کارآموزی نکرده و باید از صفر همه چیز رو بهش یاد بده.
پس آره ارزش داره از مستر بیاید. حتی بعضی از بچه‌ها ترجیحشون اینه که سال سوم لیسانس رو بخونن که اینجوری هم مدرک لیسانسشون از فرانسه بشه، همین که کل مثلا فوقشون دکتراشون همش از فرانسه بشه. درست. به نظرت فرق داره وقتی کل مدرکاتو از فرانسه میگیری تو کار پیدا کردن و اینا؟ یعنی تو کار پیدا کردن بیشتر مدرک تو چک میکنن یا مهارتایی که بلدی؟ واقعا این به اون چیزی بستگی داره که طرف میخونه. مثلا یه چیزی اگه بخونی که خیلی تک باشه و کسی علمشو نداشته باشه، خب قطعا تو رو برمیدارن، چون هیچ جایگزینی برات نیست. مثلا چیزایی که تکه شاید سخته. اینجا ریاضی بچه ها خیلی خوب نیست. اگه روی نظریه بازی ها مانور داده بشه یا روی فایننس مانور داده بشه، شاید مثلا چون ما ریاضیمون قوی تره خیلی بتونن اگه یه چیز خیلی عالی بنویسن یا چیزایی که خیلی عالیه رو یاد بگیرن، نرم افزارهای قوی رو یاد بگیرن، این شانس که اونا رو بردارن هست. خب قطعا نژاد پرستی همه جا هست. اینکه یکی بیاد کل تحصیلاتش توی فرانسه بوده باشه با رزومه ضعیفتر، شاید بعضی جاها ترجیح داده بشه به کسی که کلاً چند سال اومده و خیلی خوب حرف نمیزنه. ولی خب بعضی جاها هم هستن خیلی مهربونن، برشون مهم نیست که تو کجایی هستی، مهم اینه که چقدر بلدی و دانشته که مهمه. سخت شد. نوشتن اگر زبان فرانسه‌مون خوب باشه و انگلیسیمون افتضاح برای دکترا مشکلی پیش میاد؟ پایان نامتون رو فرانسوی می‌نویسید، مشکلی نیست. فقط این مشکل پیش میاد که اگه بخواید مقاله هاتون رو ارائه بدید توی کنفرانس، چون خب دانشجوی دکترا 1 سال کامل زحمت میکشه مقاله بنویسه که کنفرانس از طرف دانشگاه بره، هم مسافرتی باشه براش، همین که مقاله رو ارائه بده، نتورک پیدا کنه. ما داشتیم زمان کووید بود، آنلاین بود، بعد دختری اومده بود کل پرزنتیشنش، چون کنفرانس بینان ملل بود باید ارائهش چیز بود، ایرانی نبود، چینی بود، کل پرزنتیشنش انگلیسی بود، از رو میخوند و هیچ مشکلی نبود چون کووید بود و ما صورت طرف رو نمیدید. ولی وقتی رسید به اون موقع که ازش سوال میپرسیدن، حتی ساده ترین لغات رو هم بلد نبود، یعنی اصلا سوال رو نفهمید و استاده که ازش سوال میپرسید برای سوربن 1 بود و واقعا یک خنده‌ای کرد که یعنی چه دانشجوی دکترایی هستی که اومدی پرزنتیشن و بلد نیستی چی کار کردی که حتی ساده ترین سوال رو نمیتونی جواب بدی. یکم کلاً سوادی به اندازه دکترا اون چیزای بیسیک رو واقعا میخواد. الان انگلیسی دیگه واقعا همه جا یه چیزی که همه باید بلد باشن و وقتی میگی من یه انسان باسوادم، یه چند تا چیزو باید بلد باشی، مثلا سواد کامپیوتر، زبان انگلیسی فلان اینا همیشه هستن. یه نفر نوشتن که ممنون از توضیحاتتون، من رشتم مدیریت مالی بود، 9 سال قبل فارغ التحصیل شدم، آیا الان برای دکترا اقدام کنم دیر نیست؟ به نظرم هیچ وقت دیر نیست، به اون انگیزه اون نفر بستگی داره. من خیلی نشنیدم که توی فرانسه از یکی بپرسن گپ تحصیلی چقدر بوده. مثلا ما داشتیم ولی خب اون مثالی که من میخوام بزنم ایرانی نبوده، باز نمیدونم. مثلا بعد 10-15 سال اومده درخواست داده ولی قرار فاندش رو از تونس گرفته، بعد اینجا اورلان درس مونده. براشون مهم بسی مطرح میشه که از ایران داری میای بیشتر، چون که خب از یه فیلتر دیگه ای نمیدونم بعضی موقع با حالا دکترا رو نمیدونم چقدر حساسن، ولی خب برای ارشد و اینا چون از
فیلتر کمپوس فرانس رد میشی اونا حساسن رو گپ، یعنی اینجوری نیست که اصلا کسی نگه چی شده این سالها، واقعا حساسن روش. ولی خب برای دکترا نمیدونم، شاید دکترا چون استاد قبول میکنه همه چی خیلی جدی تر و اینا، خیلی میگم وقتی استاد صلاح دیده دیگه ما هم راضی. شاید برای دکترها شاید فاند پیدا کردنش براشون سخت‌تر باشه اگه سنشون چیز باشه، چون بعضی از جاهایی که فاند میدن سن براشون مهمه. نوشتن اقتصاد فرانسه رو چطور میبینیم تا 4 سال آینده؟ اقتصاد محیط سیستم، آلودگی هوا رو میتونم اندازه کم هوا. نوشتن که اینو من اشتباه خوندم که مستر ارزش داره، نوشته مستر آنالیز پلیتیک اکونومیک براش شغلی هست و ارزش داره. آره، چون که بیشتر سازمان‌های بین‌الملل میتونه کار کنه. اینش مهمه که واقعا سیاست‌های اقتصادی رو بدونه، یعنی روی بحث کلان باید مانور بده، اقتصاد کلان باید مانور بده. اینکه مثلا سیاست انقباض پولی اگه افزایش پیدا کنه چی میشه یا نه، خیلی مهمه که بشینه حتما اون قسمت اقتصاد کلان رو، تحلیل‌هاش رو خیلی عالی بخونه. و آره کار هست اگه واقعا فرد با سواد باشه، خیلی بازارش خوبه. بهترین دانشکده اقتصاد فرانسه کدومه؟ سوربن یک، ولی به این ربطی نداره، به این ربط داره که فرد کجا قبول شه. و بهترین استاد مهم نیست، اون فرد چقدر توانایی داشته باشه درس بخونه مهمه. من قد شدم گوشی مفتایی تا برد. هوش مصنوعی چقدر میتونه رشته‌های آینده حوزه مالی و اقتصاد رو تحت شعاع قرار بده؟ خیلی سوال برنامه چیزا کارشناس میارن تو برنامه سوال میپرسن، خیلی سخت شد این لایو، یکم تحصیلیه. چی کنیم؟ تخفیف بدین من. دیگه سوالی نیست فکر کنم، تموم شد دیگه. لایو ما باز نزدیک 50 دقیقه شد، یعنی اصلا نمیشه که خلاصش. خیلی ممنونم از تو، از بقیه که تا اینجا نشستن نگاه کردن وقت گذاشتن. دست همتون درد نکنه، مادر بزرگ درونم. امیدوارم همه موفق باشن، امیدوارم این لایو خیلی به دردشون بخوره، یه ایده‌ای بده. باز پیج اینستاگرام تو دارن اگه خواستن فالو کنن، من همین پیجم میذارم تو دسکریپشن، کپشن نه دیگه لغت ها عوض میشن میری تو یوتیوب. همین، دست گلت درد نکنه، خیلی لطف کردی. دست خودت درد نکنه، مرسی که وقت گذاشتی، مرسی بابت سوالا، بابت مدیریت همه چی. کلی آرزوی خوب برای آیندت، برای بعد از دکترا شغلای خوب، اقتصادهای قشنگ. مرسی، روز خوبی داشته دیگه، عصر خوبی داشته باشی. تموم شد 6 ساعت. مرسی، لایو هم سیو میکنم میذارم اونور، حالا با تا صحبت میکنم. مرسی، فعلا خداحافظ. خداحافظ همگی.